سلام بینندگان عزیز. ساعت به وقتی پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوعهای مهمترین مطرح می گردند. در روسیه اجازه‌نامه موقتی زیست و یا RVP را از بین میبرند. مقامات این کشور از پرزیدنت ولادیمیر پوتین دستور گرفتند که به همین مضمون در قانون مربوط به مهاجرت تغییرات علاوه کرده شود. من بعد به خواهشمندان اقامت در روسیه یک باره حق زندگی دائمی داده خواهد شد. مهاجران را باز چی دیگر گونه منتظر است در برنامه خبری؟ ولی کمتر از 3 ساعت دیگر به شما معلومات خواهیم داد. ناگفته نماند که تاجیکستان در روسیه از روی شمار مهاجران بعد اوکراین و ازبکستان جای سوم را میگیرد. اکثر مهاجران تاجیک تلاش میکنند شهروندی این کشور را به دست آورده روسیه را همچون مکان بود و باش دائمی قرار بدهند. 2 سوگند یادکنی ریاست جمهوری در افغانستان. بنابر به خبرهای زد و نقیض اشرف غنی و عبدالله میخوان در علاهیدگی مراسم سوگند یادکنی را برگزار کنند. در ماه گذشته کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اشرف غنی را برنده انتخابات 28 سپتامبر اعلام کرد. ولی رهبری حکومت اجرایی افغانستان عبدالله که مهلت رهبریش به آخر میرسد نتیجه های در انتظار آوازدهی را رد کرد و خود را برنده اعلان نمود که در پی تشکیل حکومت خود شد. چون این وضعیت مردم را در افغانستان نگران کرده است، چون و چرا در برنامه خبری تقدیمتان می شود. بلاگر تاجیک تا 1 ماه دیگر در بازداشت می ماند. قبلا دادگاه ناحیه چریموش که کرامت الله جباروف شهروند تاجیکستان و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو را تا 8 مارس حبس کرد. به این بلاگر تا 7 سال زندان تهدید میکنند، هرچند خودی و اتهام در نسبتش یعنی افباشه را رد میکند. کمیسریت حربی ولایت مسکو اداره وابسته به وزارت مدافع روسیه از کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک طلب کرد است که بیش از 0.5 میلیون روبل نفقه در 2 سال اخیر گرفته‌اش را برگرداند. شریپوف آخر سال 2017 با گناه نقض قانون مهاجرت روسیه به تاجیکستان اخراج شد و از حق شهروندی آن کشور محروم گردید. تفصیلات را کمی دیرتر منتظر باشید. و همچنین یک گزارش خواهیم داشت درباره یک ساکن ناحیه واسه که 3 قرن زندگی دارد. بینندگان ارجمند، این است فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.